امروز میخوایم یه موضوع خیلی داغ و بحث‌برانگیز رو بررسی کنیم. یوتیوبر شدن. شاید شما هم فکر میکنی با شروع یک کانال یوتیوب میتونی میلیونر یا میلیاردر بشی. اما واقعا همه چیز به این سادگی نیست. بیا با هم ببینیم چرا یوتیوبر شدن برای همه نیست و به جاش 10 ایده عالی برای شروع کسب و کار موفق از خونه که میتونه درآمد بهتر از یوتیوب داشته باشه رو بررسی کنیم. امروز میخوایم درباره یکی از بزرگترین افسانه‌های دنیای آنلاین صحبت کنیم. یوتیوبر شدن و درآمد میلیونی و میلیاردی. بعدش هم 10 ایده جذاب برای شروع کسب و کار خونگی با درآمد عالی بهت معرفی میکنم و 2 تا تمرین عملی که کمک میکنه کسب و کار خودت رو شروع کنی. آماده ای؟ پس حتما ویدیو رو تا آخر ببین. خیلی‌ها فکر میکنن یوتیوبر شدن یعنی به راحتی پول درآوردن. ولی حقیقت اینه که تعداد خیلی کمی از یوتیوبرها واقعا درآمد بالایی دارن. بر اساس آمار رسمی تنها 3% از یوتیوبرها درآمد بالای $10,000 در ماه و کمتر از 10% درآمد بالای $100 در ماه رو دارن. دلیلش هم اینه که تولید محتوای ویدیویی نیاز به زمان، انرژی و خلاقیت زیادی داره. علاوه بر این رقابت در یوتیوب خیلی شدیده و جذب مخاطب ثابت خیلی سخته. حالا که فهمیدیم یوتیوبر شدن شاید برای همه مناسب نباشه، بیا به جای اون 10 ایده موفق کسب و کار خونگی رو بررسی کنیم. ایده اول فروش محصولات دستساز آنلاین هست. خیلی‌ها به کارهای دستی علاقه دارن اما نمیدونن چطور بفروشن. مثلا سارا عاشق بافتنیه اما نمیدونه چطور بازار خوبی پیدا کنه. اون تصمیم گرفت تو پلتفرم‌هایی مثل باسلام و دیوار محصولاتش رو بفروشه. اوایل سخت بود اما عکسای با کیفیت و توضیحات جذاب تونست مشتری جذب کنه. سارا الان یک فروشگاه آنلاین موفق داره و درآمدش از 50 میلیون تومان هم بیشتر شده. ایده دوم مشاوره آنلاین هست. محمد تو زمینه تغذیه تخصص داره اما نمیدونست چطور مشتریای بیشتری پیدا کنه. اون یه وبسایت حرفه‌ای ساخت و تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام شروع به تبلیغ کرد. با ارائه مشاوره‌های رایگان و محتواهای مفید تونست توجه رو به خودش جلب کنه. الان محمد تعداد زیادی مشتری ثابت داره و درآمدش حسابی بالا رفت. ایده سوم تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعیه. نرگس تو کار عکاسی و فیلمبرداری مهارت داشت اما نمیدونست چطور از این مهارت‌ها پول در بیاره. اون شروع به تولید محتوای خاص رو با کیفیت کرد و تو اینستاگرام و آپارات منتشر کرد. با جذب فالوورهای زیاد تبلیغات و همکاری‌های مختلف شروع شد. حالا نرگس درآمد خوبی از تبلیغات اسپانسرها داره و از کاری که انجام میده لذت میبره. اما ایده چهارم تدریس آنلاین. علی معلم ریاضیه و دنبال راهی برای تدریس به دانش آموزای بیشتر. اون از پلتفرم‌هایی مثل فرادرس و مکتبخونه استفاده کرد و دوره‌های آموزشی آنلاین ساخت. با تبلیغ دوره‌ها در شبکه‌های اجتماعی و ارائه محتوای با کیفیت تونست دانش آموزای زیادی رو جذب کنه. اون حالا دوره‌های پرفروش داره و درآمدش حسابی زیاد شده. ایده پنجم برنامه‌نویسی و توسعه وب هست. سجاد برنامه‌نویسه و دنبال پروژه‌های بیشتری بود. اون از طریق دوره‌های آنلاین مثل سایت درسنامه مهارت‌هاش رو ارتقا داد و نمونه‌کارهای جذابی ساخت. با شرکت در پروژه‌های فریلنسری و تبلیغ خودش در پلتفرم‌های مختلف مثل پونیشا و پاسکودرز مشتریای جدید پیدا کرد. سجاد حالا پروژه‌های بیشتری داره و درآمدش به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد. اما ایده ششم خدمات طراحی گرافیک. مهسا طراح گرافیک اما نمیدونست چطور مشتری جذب کنه. اون نمونه‌کارهای جذابی ساخت و تو پلتفرم‌های مثل پونیشا و ژاکت منتشر کرد. با تبلیغات مناسب تو شبکه‌های اجتماعی تونست مشتریای خوبی پیدا کنه و حالا مهسا درآمد خیلی خوبی داره و کارهای زیادی انجام میده. ایده هفتم خدمات حسابداری و مالی هستش. فاطمه حسابداره دنبال راهی برای کسب درآمد بیشتر. اون از طریق دوره‌های آموزشی مثل فرادرس مهارت‌هاش رو بیشتر کرد و تبلیغاتش رو توی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌هایی مثل دیوار انجام داد. حالا فاطمه مشتریای زیادی داره و درآمدش به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد. ایده هشتم فروش محصولات دیجیتال هستش.
رضا تو کار طراحی قالب‌های وبسایت و ایبوک تخصص داشت، اما نمیدونست چطور باید اونا رو بفروشه. اون محصولاتش رو پلتفرم‌هایی مثل ژاکت و راستچین قرار داد و با تبلیغات مناسب تونست مشتری جذب کنه. حالا رضا درآمد خوبی از فروش محصولات دیجیتالش داره. ایده نهم بازاریابی وابسته یا افیلیت مارکتینگ هست. ناهید علاقه به بازاریابی داشت اما نمیدونست چطور ترافیک جذب کنه. اون شروع به تولید محتوای آموزشی و تبلیغ محصولات مرتبط در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی کرد. حالا ناهید از کمیسیون فروش محصولات درآمد خوبی داره. اما ایده دهم سرمایه‌گذاری در بازار بورس. امیر که به بازار بورس علاقه داشت دنبال یادگیری و شروع سرمایه‌گذاری بود. اون از دوره‌های تخصصی آنلاین مثل کارگزاری‌ها استفاده کرد و با سرمایه کوچیک شروع کرد. اما حالا با یادگیری و تحلیل هوشمندانه سود خوبی از سرمایه‌گذاریاش به دست میاره. حالا که با این 10 ایده آشنا شدی، وقتشه که 2 تا تمرین عملی هم انجام بدیم که بهت کمک میکنه کار خودت رو شروع کنی. تمرین اول تعریف کسب و کار خودت هستش و برای مرحله اول یه ایده کسب و کار انتخاب کن و فکر کن کدوم یکی از این ایده هایی که انتخاب کردی با مهارت ها و علایقت سازگاری داره. مثلا اگه به آموزش علاقه داری، تدریس آنلاین رو انتخاب کن. تو مرحله دوم بازار هدف خودت رو مشخص کن. باید بدونی که مخاطبات چه کسایی هستن و چه نیازهایی دارن. مثلا اگه تدریس آنلاین رو انتخاب کردی، مشخص کن که برای دانش آموزای دبیرستانی یا دانشجویان میخوای تدریس کنی. تو مرحله سوم یه برنامه کوتاه مدت بنویس. برای شروع نیاز داری یه برنامه کاری ساده بنویسی که شامل اهداف کوتاه مدت، زمانبندی و ابزارهایی که نیاز داری. مثلا همون مثال تدریس آنلاین رو اگه انتخاب کردی، یه دوره 1 ماهه با 10 تا ویدیوی آموزشی طراحی کن. اما تمرین دوم ایجاد نمونه کار هستش. تو مرحله اول یه نمونه کار مرتبط با ایده خودت بساز. برای اینکه بتونی مشتری جذب کنی، باید یه نمونه کار حرفه‌ای بسازی. برگردیم به همون مثال تدریس آنلاین، مثلا یه ویدیوی آموزشی رایگان درست کن. تو مرحله دوم اونو تو پلتفرم‌های اجتماعی منتشر کن. باید نمونه کارتو به اشتراک بذاری تا دیده بشه. مثلا ویدیوی آموزشی رو تو اینستاگرام یا آپارات منتشر کن. در مرحله سوم از مخاطبات بازخورد بگیر و سعی کن به نظراتشون گوش کنی و ویدیوهای بعدی رو بهتر کن. خب دیدیم که یوتیوبر شدن برای همه نیست و مسیر سختی داره. به جاش این 10 ایده میتونن بهت کمک کنن درآمد خوبی داشته باشی، اونم از توی خونه. و تمرینایی هم که با هم انجام دادیم کمک میکنه که این کار رو شروع کنی و به موفقیت برسی. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو رو دیدی. اگر این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن و نظراتتو با ما در میون بذار. همچنین کانال رو اگر میشه سابسکرایب کن تا از ویدیوهای بعدی هم با خبر بشی. موفق باشی و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.